بسم الله الرحمن الرحیم. یه حصار بسیار قوی رو امروز بهتون آموزش میدم. ببینید دوستان عزیز، خیلی از این اماره های مکانی که تو خونه های شما زندگی میکنن اصلا اینا شما رو اذیت نمیکنن و کاری با شما ندارن. قبلا در مورد مبحث اماره مکان زیاد توضیح دادم. ببینین عزیزان، اماره مکان معمولا اجنه پیر هستن یا اجنه‌ای هستن که توی دنیای خودشون از جنگ و خونریزی دیگه خسته شدن و رفتن یه گوشه میخوان زندگی کنن راحت و از قوانین قبایل نمیخوان دیگه پیروی کنن و در خونه میشینن برای خودشون زندگی میکنن و اینا اصلا خیلی کم پیش میاد اماره مکانی بخواد شخصی رو اذیت بکنه و هستن اماره مکانی هم هست که اذیت میکنن، ولی بیشتر اماره مکانایی که اهل خونه رو اذیت میکنن اینا در واقع در اصل اماره مکانی هستن که از سنگینی اون ملک، اون زمین، یعنی اون زمین یه مشکلی داشته که همچین اماره مکان بدی داخلش هست. به این نکته توجه کنین. حالا اون زمین قبلا یا قبرستون بوده یا ملک غصبی بوده یا اینکه یه اتفاقی در گذشته برای اون زمین افتاده که حالا بعد رفتن طرف روش خونه ساخته و مورد آزار و اذیت اجنه قرار گرفتن. خب من الان روشی رو بهتون یاد میدم. این روش بسیار قویه و برای چشم زخم، دفع سحر و دفع اجنه و شیاطین به دردتون میخوره و حتی اماره مکانم اگه اذیتتون بکنن تو اون خونه، یعنی اماره‌ای هستن که اذیت میکنن، حصاری قرار داده میشه که دیگه اون اماره نتونن شما رو اذیت کنن. یه حصار خیلی قویه. حالا به هر حال آموزش میدم، اگر کسی دوست داشت برای خودش انجام بده. خب یک سری وسایل نیازه برای این کار. یک، برگ بو. دو، زاج. سه، نمک. هر نمکی که باشه، نمک دریا یا هر نمکی فرق نمیکنه. زاج همون دونه های سفید توی اسفند هستن، بهشون میگن زاج. اگه بریم توی عطاریا، خود عطارا میدونن و دارن زاج رو جداگونه میفروشن. 4، اسفند یا همون اسفند اصطلاحاً عامیانش. 1 عدد سنگ نمک بزرگ. حداقل سنگ نمکی که من بهتون الان میگم حداقل باید به این اندازه باشه، به این اندازه که نشونتون میدم، اندازه کف دست. اون سنگ نمکتون به اندازه این ساز باشه. خب ببینین خیلی از اسفندها داخلشون زاج و برگ بو هست، خب ولی شما از اسفند استفاده کنین که زاج و برگ بو نداشته باشه. از اونها هم میتونین استفاده کنین ولی باید زاج رو جداگونه بگیرین، چون باید تعداد زاج زیادتر باشه و برگ بو هم همینجور. برگ بو حداقل 7 تا برگ بو باشه و زاج هم حداقل به اندازه یه قاشق غذاخوری یا نصف قاشق غذاخوری این قد زاج داشته باشین. زاج دونای ریزی داره دیگه. نمک هم به اندازه یه قاشق غذاخوری کافیه. خب حالا چه کار میکنی؟ شما یه پارچه میارین، یه پارچه سبز یا سفید، برگ بو، زاج، نمک رو با اسفند میذارین داخل این. من بنویسم که بعضی از دوستان یادشون نره. برگ بو، زاج، نمک
اسفند میذارین داخل این پارچه، یه دونه، یه پارچه، حالا یا سفید باشه یا سبز، فرقی نمیکنه. خب شروع میکنید. این سنگ نمک رو چیکارش میکنید؟ سنگ نمک رو میذاری کجا؟ درب ورودی خونه. خب الان همه اکثرا تو آپارتمان ها زندگی میکنن، درب واحد خودتون، نه ورودی ساختمون، واحد خودتون، در رو نیمه باز میذاری و سنگو میذاری جلوی ورودی و خواهشاً تا زمانی که دارین این کار انجام میدین کسی از در عبور و مرور نکنه. یعنی لای در یه مقدار باز میکنین و سنگ نمک و اون بزرگه، اینی که گفتم بزرگه رو میذاریش جلوی در و در همجور باز میمونه تا شما کاری رو که میگم انجام بدید و کسی از در نمیره بیرون یا بیاد داخل. یه زمانی باید این کار رو انجام بدید که رفت آمد نباشه و حتما باید روز جمعه، توی روز بعد این کار رو انجام بدید و فقط هم روز جمعه. سنگو میذارین جلوی در، این 4 قلم رو میذارین داخل پارچه سبز و پارچه رو جلوی خودتون قرار میدین، وضو میگیرین، رو به قبله میشین، شروع میکنید 7 بار سوره جن میخونید. ببینید این 7 باری که میخواین سوره جن رو میخونید، حالا میتونه یه شخص دیگه از افراد خانواده هم کمکتون کنه، کنارتون بشینه، شما مثلا 2 بار بخونین، اون 3 بار بخونه، همینجوری کمک همدیگه بکنین که بشه 7 بار. 7 نفرم میتونن بشینن کنار همدیگه، ولی این پارچه یه دونه بیشتر نیاز نیست. 7 نفرم میتونن هر کدوم 1 بار سوره جن رو بخونن و تا زمانی که داره خونده میشه اون 7 نفر نباید از جاشون بلند بشن. یعنی نفر اول که سوره جن خوند همون سر جاش میشینه، بلند نمیشه، با نگاهش به قرآن ادامه میده مسئله رو و تا نفر بعدی همینجور تا 7 بار خونده بشه. کسانی که بلد نیستن از توی گوگل سوره جن رو دانلود کنن و با گوشیشون پخش کنن و شما هم بخونید، اینجوری خیلی بهتره واسهتون و خیلی راحت‌تر کلمات بهتر ادا میکنید و اینکه یادش هم میگیرید و ترجمه رو نباید بخونید. گفتم بلد نیستین دانلود کنید سوره جن رو، همزمان پخش بشه و بخونید. خب این از این. حالا شما 7 بار سوره جن رو خوندید، چه کار میکنید؟ یه دستور داره، باید دستورش هم بخونید. دستور چیه؟ میگید اللهم به حق کاف ها یا عین صاد و ها میم عین سین قاف، حروف مقطع قرآن. این دو بنویسم جا بشه. تحسنت هذا البیت، یعنی این خونه، یا هذا البیت فرقی نمیکنه، و اهل البیت خانواده، اهل اون خانواده، اهل بیت، اهل اون خونه، خانواده، من شر سحر و ساحرته، از شر سحر و ساحره. حالا این ساحره هم میتونه انسان باشه هم میتونه جن باشه، هیچ فرقی نمیکنه. و من شر قضاء سوء، روزگار بعد، زمان بعد، اتفاق بعد، همه اینا میشه همون قضاء سوء، هیچ فرقی نمیکنه. مثلا اتفاق بدی میخواد بیفته، از شر اون شما رو حفظ کنه خداوند. و من
شر عمار والجان. عمار که همون عماره مکان منظوره و جان هم که همون شیاطینه. و من شر کل الجن والانس. خب متاسفانه انس انسان شر هم از اونه. و من شر کل الجن والانس. اللهم، این مهمه، اللهم اجعل، این میخوره، اجعل بیننا و بینهم حجابا و حرسا. به حق، اینجا 5 تن آل عبا رو می نویسی، 5 تن آل عبا، اسامی رو میگی یکی یکی. پس متوجه شدین دوستان؟ یک بار دیگه توضیح میدم. شما یه پارچه سفید یا یه پارچه سبز میارید، میتونین 4 تا 5 تا پارچه بیارین و این وسایل هم داخلشون بذارین، هیچ فرق نمیکنه. مثلا 3-4 تا خواهر برادرین، میخواین واسه خونه هاتون درست کنین، یک روز همه تون بشینین، هر کس وسایل خودشو با پول خودش میخره، میشینین کنار هم دیگه، ولی یه دور یه سری 7 بار سوره جن میخونین و اینجور برای همه تون بهتره. یعنی دیگه نیاز نیست هر کسی بشینه تو خونش 7 بار سوره جن رو بخونه. یک بار انجام میدین بهتر جواب میگیرید. و سعی کنین برین تو خونه ای که از همه اون مثلا چند تا خونه خواهر برادر سنگین تره. خب یک دوره میکنیم، پارچه سبز یا سفید، برگ بو، زاج، نمک، اسفند داخلش میذارید و این پارچه رو میذارین جلوتون. وضو میگیرین، روز جمعه هوا روشنی، بهتره بعد از نماز ظهر باشه. وضو میگیرین، رو به قبله میشینین، 7 بار سوره جن رو میخونین. اگه بلد نیستین صوتش رو پخش میکنین و همزمان باش میخونید. 7 بار که تموم شد این دستور رو میخونید یا این خواهش رو میخونید. اصطلاحا می نویسین اللهم به حق کاف ها، میخوام نمی نویسین، میخونید. بعد 7 بار که تموم شد اینو میخونید. اللهم به حق کاف ها یا عین صاد و ها میم عین سین قاف تحسنت هذا البيت و اهل البيت من شر السحر و الساحرة و من شر الغذاء السوء و من شر العمار والجان و من شر كل الجن والانس. اللهم اجعل بیننا و بینهم حجابا و حرسا. به حق 5 تن آل عبا. اسامی رو می نویسین، صلوات هم اسامی رو میگین و صلوات هم میفرستین. حالا اون نمکی که جلوی در گذاشتین، در نیمه باز بوده، خب اون نمک رو باید ببریم بندازین، اون سنگ نمکی که بزرگه ببریم بندازین تو آب جاری. این یادتون باشه. اگر آب جاری در محلتون منطقتون نیست، ببرین بندازینش توی بیابونی، کوهی، جنگل، یه جای بندازینش که محل عبور و مرور انسان ها نباشه. بقولن یه جایی باشه که زیاد آدم اونجا رفت آمد نکنه، پرتش کنین همونجا بره. و باید هم همون روز جمعه این سنگه رو بندازی نمونه. این خیلی مهمه. حالا اگر شما برای 3 نفر میخواین انجام بدین، همون یه دونه سنگ نمکی که 3 تا خونه میخواین پاکسازی کنین دیگه، همون یه دونه سنگ نمکی که تو همون خونه که دارین 7 تا سوره جن میخونین، همون یه دونه برای هر 3 تا 4 تا خونه کافیه. متوجهین؟ پس یه سنگ نمک میذارین جلوی در نیمه باز باشه، کسی رفت آمد نکنه. به افراد خانواده بگین شما شروع کنین تو اتاق خوندن. و اون سنگ نمک قبل از غروب آفتاب باید بیفته تو آب جاری. سنگ تو خونت نگهداری، سنگ نمک تو خونت نگهداری، خرابکاری کردی. انشالله موفق باشین. خداوند پشت و پناهتون باشه. یا علی.